اینم دلارایی که شما به دست میارید. نوش جون. سوال بعدی دوست دختر داری یا نه؟ سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز میخوام به سوالاتی که ازم پرسیدید و جواب بدم، البته به سبک خودم. قبل از این که بریم ویدیو رو شروع کنیم، حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو اگه ندارید که سابسکرایب کنید. خب let's do this. خب دوستان، من الان اومدم یه جایی که میخوام شما رو به سبک خودم با یوتیوب آشنا کنم. اول میخوام یک توضیح کوچولو در مورد یوتیوب بهتون بدم که بهتر متوجهش بشید. بعد برم سوالای شما رو جواب بدم. من اومدم اینجا یه جاییه که هم درخته، درخت زیاد نیست، البته یکی دوتا است و ویو کوه مریخیه. اینم وسایلم، موتورم و آتیشی که روشن کردم. حالا چرا این آتیش رو روشن کردم؟ میخوام به سبک ساده بهتون توضیح بدم که یوتیوب چطوری کار میکنه. این الان کیتری منه، ما میگیم کیتلی. بیا بهتون توضیح بدم که چطوریه. الان فرض کنید این چنلمونه، کوچیکه مثل چنل خودم. وقتی چنلمون کوچیکه باید محتوایی که درست میکنیم زیر 10 دقیقه باشه. اشتباهی که من اولش کرده بودم شما نکنید. برابر اینم میشه ویدیو رو لنتش رو کم میکنیم. الان اینقدر آب توش ریختم. این آب فرض کنید که ویدیوتونه. ویدیوتون میتونه همینجوری هم به درد بخوره، البته بدون رنگ. بدون رنگ ویدیوتون زیاد ویو نمیخوره. میشه گفت شما داری فعالیت میکنید ولی ویو نمیخوره. شما اومدید اینجا تا ویو بگیرید. بنابراین این کیتری الان فرض کنید ماسکش و دستکش داشت. دانش آموزان ماسک و دستکش داشته باشه که چنلتون کوچیکه. بنابراین باید ویدیویی که درست میکنید لنتش کم باشه. یعنی اگه آب این کیتری رو زیاد کنم که مزه نمیده به چای، اگه کمش کنم بازم نمیتونم چای درست کنم. باید اندازه باشه. کیتری من که کوچیکه بر حسب همون آب توش میریزم. این میشه ویدیوتون. حالا بریم سراغ بقیه چیزا. البته یکم بذارم دم بیاد. خب دوستان، وقتی ویدیوتون آماده شد میخواستید بذارید تو یوتیوب، اول باید اونو ادیت کنید. ادیتش میشه چای خشک. حالا چرا چای خشک؟ چای خشک اگه کم باشه که میشه اون ادیت کم، یعنی دیگه زیاد به درد نمیخوره. اگه زیاد باشه که تلخ میشه، یعنی اگه ادیت زیاد بزنید ویدیوتون نامفهوم میشه. بنابراین باید اندازه باشه تا که هم مفهوم ویدیو رو برسونه و هم این که ویدیوتون خراب نشه. خب منم به اندازه کافی چای خشک رو ریختم. الان منتظر میمونم تا دم بیاد. همون منتظری که بعد ادیت میمونید، یعنی رندر و اکسپورتش. خب برو بریم. 2 hours later. وقتی ویدیوتون آماده شد یا اکسپورت شد از ادیت، میریم سراغ یوتیوب. وقتی ویدیوتون رو توی یوتیوب میذارید، توی یوتیوب تامنیل است، دیسکریپشن است، ساب تایتل است، همه چیز است. حالا فرض کنید اون ساب تایتل
که معنی ویدیو رو میرسونه و اون دیسکریپشن که توضیحات شما رو میده اونو فرض کنید این شکره. حالا اینو هم بهتون بگم که اگه اون سبتایتلتون زیاد طولانی باشه و همون توضیح ویدیو زیاد طولانی باشه آدما بهش توجه نمی کنن. اگه زیاد هم کم باشه که معنی ویدیو رو نمیرسونه. بنابراین باید اندازه باشه. خب به اندازه کافی. اینم از تایتلمون، اینم از دیسکریپشنمون. دیسکریپشنمون همون چیزیه که پایین ویدیو میذارن واسه توضیحاتش. بهتر بگم همون توضیحاته. توضیحات رو به اندازه کافی به توضیحات کافی رو به ویوراتون بدید. ویورا همون با بیننده ها به اونا بدید تا زیاد تو دیسکریپشن نمونن، چون شما ویدیو بهشون دادید، باید ویدیو رو ببینن. خب بذاریم حالا دیسکریپشن رو بخونن. خب بعد از دیسکریپشن و اون سبتایتل نوبت میرسه به تگ ها. تگ ها چیزهای خیلی مهمی هستن که خیلی از آدما اونا رو نادیده میگیرن. البته برای ویدیوهای بزرگ، نه ویدیو شورت. ویدیو شورت اگه هم تگ نظری هم بالا میگیره. مثل چای، همین چای دیگه آماده است با چای خشک و شکر، با اینا میخورن. ولی ما بلوچه بیشترشون چای رو با شیر میخوریم. حالا چرا این شیر رو تگ میکنم؟ چون تگ در ویدیوهای شورت زیاد به درد نمیخوره. همینجوری بذاری، من خودم هم گذاشتم ویو خورده. اگه تو ویدیوهای بزرگ تگ نذاری ویدیو دیده نمیشه. حالا تگو هم باید مخصوص ویدیو بذاری. چیزی که تو ویدیو گفتی تو ویدیو است، تگ بر اسب همون باید باشه. نه اینکه مثلا الان امروزه، حالا فرض کنید این روزا جنگ ایران و اسرائیل مد شده. خیلی تو ویدیوهای ولوگ یا ویدیوهای آموزشی تگ جنگ ایران و اسرائیل رو میدن. حالا اون آدمی که میاد سرچ میکنه جنگ ایران و اسرائیل چه شد، آیا به اون ویدیو آموزشی نگاه میکنن؟ 100% خیر. بنابراین این ویدیویی که اینجوری ویو نخوره، یوتیوب متوجه میشه تگاش اشتباهی یا چیزی اشتباهی، اون ویدیو دیگه ساجست نمیکنه. بنابراین تگی بذارید که مخصوص ویدیوتون باشه. مثلا من امروز اومدم چای درست میکنم تو طبیعت. حالا میتونم تگو بذارم آشپزی در طبیعت. امروز میخوام سوالات شما رو هم جواب بدم. بنابراین میتونم تگ اینو هم بذارم که سوال جواب با یوتیوبر، یا این که ویدیو Q&A. خیلی از این چیزا. خب این هم شد از تگ. این گاوه، این شیره هم رونای. اینم بهتون بگم تگ فکر کنم 500 تا کلمه میخواد. 500 تا کلمه بیشتر اجازه نمیده. تا میتونید تگو کامل کنید. چیزهایی که تو ویدیو است، چیزهایی که مطمئنید آدما سرچ میکنن میان ویدیوتون نگاه میکنن، حتما اون تگا رو بذارید تا جایی که ممکنه. متوجه باشید، تا جایی که ممکنه. اینم از همه چیز. چنلمون بعد ویدیومون ادیتش هم کردیم، سبتایتل و دیسکریپشنشو هم گذاشتیم و تگشو هم نوشتیم و گذاشتیم. حالا چی میمونه؟ میمونه منتظر باشید. این که ویدیوتون الان گذاشتید 1 ساعت بعد 1000 تا ویو بخوره محاله، چون چنلتون تازه است، چنل کوچیکیه. بنابراین باید بهش مدت بدید. تا 6 ماه رگولار کار کنید، پشت سر هم کار کنید. ویدیوهاتو درست کن، ویدیوهاتو یه جوره دیگه درست کن، بهترش کن. یا اینکه موضوعات خاصی رو در نظر نگیر، موضوعات مختلف بذار تا اینکه ببینی ویورات چی میخوان، اون بینندهات چی میخوان. بعداً میتونی تا 6 ماه ادامه بده
بعداً میتونی اون ویدیوهایی که بیننده ها بیشتر نگاه کردن از امونه بسازی، البته متفاوتش. خب منتظر میمونیم تا اینکه چنلمون ویو بگیره. خب دوستان، این هم از ویدیویی که تو یوتیوب اپلودش کردیم و حالا باید زحمتی که کشیدیم نتیجه زحمتش رو ببینیم. این هم دلارایی که شما به دست میاری. نوش جونت. خب دوستان، حالا بریم سراغ اصل ویدیومون، چیزی که امروز اومدیم اینجا. سوالایی که شما ازم پرسیدی تو اینستاگرام امروز میخوام بهشون جواب بدم و چند تا سوالی که تو یوتیوب چند مدتی ازم دارید میپرسید میخوام به اونا هم جواب بدم. حالا بریم سراغ سوالاتون. خب من سوالا رو تو موبایلم یادداشت کردم که فراموش نکنم. خب بریم اولین سوال که ازم پرسیدید، چرا بلوچی نمی کنی؟ چرا بلوچی حرف نمیزنی تو ویدیوات؟ خب اینجوری بهتون بگم، من قبلا چنل بلوچی هم داشتم. چنل گیمینگ بلوچی بود، چنل بلوچی آموزشی هم بود که من چند تا چنل قبلا درست کرده بودم. تو همهشون شکست خوردم. ولی تو این چنلم، چنل ولاگ به زبان فارسی، این بهم جواب داد. حالا چرا؟ حالا سوالای بعدی هم بهتون جواب میدم، ولی اول میخوام این موضوع خوب بفهمید تا متوجه بشید. همونطوری که یوتیوب بعد چای بهتون نشون دادم، حالا فرض کنید من شیرچه درست میکنم و اگه جایی که آدماش میخوان سلیمانی چای سلیمانی یا همون سیاچه به قول ما بلوچه، یعنی میخوان سیاچه بخورن یا چای سلیمانی بخورن، اگه من برم اونجا شیرچایی بفروشم کسی نمیاد ازم شیرچایی بخره. چرا؟ چون که اونا خواستار چای سلیمانی هستن، همون سیاچه. و دلیل دوم اینه که اگه جایی که شیرچه قبلا دارن میفروشن، اگه من تازه کار برم اونجا شیرچایی خودم رو بفروشم، این قطعا بهم جواب نمیده. چرا که اونا مشتریای خودشونو دارن، اونا از قبل معروف ترن. بنابراین چنل گیمینگ خیلی چنل های بزرگی است تو عرصه گیمینگ که دارن فعالیت میکنن و من این شکست خوردم به خاطر اینکه رفتم چنل گیمینگ زدم و اونم به زبان بلوچی که در بلوچی چنل گیمینگ هنوز جا نیفتاده. هنوز هستن آدمای از قوم بلوچ که نمیدونن با یوتیوب یا چنل گیمینگ میشه درآمدزایی کرد، میشه پول در آورد. تا اینکه اینا متوجه بشن باید زحمت خیلی زیادی بکشی، باید تحمل کنی تا اون موقع که اینا متوجه بشن. شاید هم 2-3 نسل طول بکشه. خب بنابراین من تو اون چنل شکست خوردم و اون چنل من 2 سال کار کردم روش ولی جواب نداد. الان هم ولش کردم و در آینده شاید با زبان فارسی ادامهش بدم، ولی فعلا هیچ علاقه‌ای به اون چنل ندارم و میخوام این چنلی که دارم و نگه دارم، میخوام ببرمش جلو. حالا بریم سوال دوم، چرا چنل گیمینگ رو ادامه نمیدی؟ این سوال دوم که جوابشو دادم. چنل گیمینگ توضیحشو دادم که ادامه میدم، ولی الان چون نه شرایطشو دارم نه این که بخوام اونو به زبان بلوچی ادامه بدم. شما هایی که ویدیو همو دنبال میکنید در جریان هستید. من تازگی خونه خودم رو درست کردم و هنوز کارهای زیادی مونده تو خونم، باید اونا رو انجام بدم و این که یه اتاق جدا واسه خودم درست کنم که اتاق گیمینگ یا اتاق کارم باشه. بنابراین تا اون موقع دیگه اصلا گیم بازی نمی کنم. علاقم کم شده نسبت به گیم. بیشتر میخوام ولاگ کنم، سفر کنم، جاهایی برم که ویدیوهاشو میذارم.
البته فعلا که جایی نرفتم، ولی همین جایی که از ویدیوهاشو براتون میذارم. بریم سراغ سوال بعدی. یوتیوب به حساب ایرانی پول میده؟ خب تا جایی که من در جریان هستم آره میده، ولی با شرکت های MCN. با بعضی از شرکت ها کار مثلا حسابتون رو به اون شرکت ها میدید، اون شرکت ها فکر کنم 20% میگیرن. 40% رو یوتیوب میگیره، 20% رو اینا میگیرن، میمونه 40% دیگه که اونا رو به حساب شما واریز میکنن. خب این اطلاعاتی بود که من در موردش دارم. البته هنوز خودم به چنل و درآمدزایی نرسیدم. وقتی رسیدم فکرشو کردم، ولی وقتی که رسیدم انشالله اون موقع با ولاگ بهتون نشون میدم که من واسه درآمدزاییم چطوری میکنم. خب بریم سراغ بعدی. چطور میشه یوتیوب شروع کنیم؟ یوتیوب چطوری میخوای شروع کنید؟ موبایل رو بردار، یه چنل درست کن، بگیر ویدیو بذار توش. حالا اگه سوالت اینه که در مورد چی ویدیو بذاری، همون کاری که داری انجام میدی. مثلا یکی داره تعمیرکاری میکنه، تعمیر ماشین یا تعمیر موتور، فرقی نمیکنه، از اون ولاگ بگیره، ویدیو بگیره، یا آموزشی باشه، فرقی نمیکنه، هر جور راحته اونجور ویدیو بگیره تو یوتیوب بذاره. یکی داره فروشندگی میکنه، نحوه فروش خودشو بذاره، یا این که چه اجناسی داره میفروشه، یا این که یکی مثل من ولگرده بلاگ میگیره، اینجا میره اونجا میره، ویدیوهاشو براتون میذاره. این بود یه توضیح کوچولو، دیگه جوابی نمیمونه. حالا بریم سراغ بعدی. یوتیوب به تو پول داده؟ آره پدرش بهم پول داده. خب در جواب این سوال میتونم بگم که آره، ولی خود یوتیوب بهم پول نداده، چون هنوز چنلم به درآمدزایی نرسیده که یوتیوب بخواد پولشو بهم بده. حالا یه چای بخوریم بریم ادامهش. در یوتیوب به نحوه‌های زیادی میشه درآمدزایی داشت. مثلا اسپانسر باشی، یه چیزی بفروشی، یا اینکه تبلیغ یک چیزی رو بکنی. خب من قبلا که چنل گیمینگ داشتم، پابجی بازی میکردم و همون اکانت یا که UCI که داخل پابجی بود اونا رو میفروختم. از یه جای میخریدم، به مشتریم میفروختم. در ویدیو هم اشاره بهش کردم، در اینستاگرام قبلی که داشتم و پرید و رفت، در اونم اشاره کرده بودم. همیشه داشتم میفروختم، از این را داشتم پول در می آوردم، ولی خود یوتیوب بهم پول نداده هنوز. حالا بریم سراغ بعدی. که یوتیوب رو شروع کردی؟ منظورت از اینه که چنل ساختم سال 2019 بود که چنل گیمینگ خودم رو با پابجی شروع کرده بودم. ولی اگه بخوای اینو بهم بگی که کی آشنا شدم، سال 2012 خوب یادمه، چون اون موقع من میرفتم تو یوتیوب فیلم های هندی نگاه میکردم، کمدی نگاه میکردم، ولی هیچ اطلاعاتی در مورد این نداشتم که یوتیوب به آدم پول میده. تا این سال 2017 ویدیو فرق کرد، همه یه جور دیگه ویدیو میذاشتن. در اون موقع یه ویدیو برام اومد، البته ایندیش، من چون زیاد ویدیوهای ایندی نگاه میکنم، به ایندی یه ویدیو برام اومد که چطوری از یوتیوب پول در بیاریم. خب این فکر به ذهنم اومد که حالا چرا خودم شروع نکنم؟ اگه این را ممکنه میخوام خودم شروع کنم. از اون موقع به بعد تا سال 2019 فقط داشتم ویدیوهای نگاه میکردم که مثلا درآمدزایی دارن، یا این که چطوری به درآمد برسیم، چطوری شروع کنیم، همه این چیزا، در مورد ایدیت، در مورد خیلی چیزا، ولی شروع نکردم. این یک نکته منفی در مورد همه آدم که میان در مورد یه چیزی اطلاعات کسب میکنن، دنبالش هستن، ولی شروع نمیکنن، میگن با بهترین تجهیزات میخوایم شروع کنیم. به خدا این تجربه خودمه. فقط شروع کنید، به این فکر نکنید که چی دارید چی ندارید. من همه این چیزها رو نداشتم، حتی این گوپرویی که خریدم الان دارم باهاش ضبط میکنم اینو هم نداشتم. با موبایل، این موبایلم نبود، یه موبایل فکر کنم ردمی نوت 7 بود،
شروع کردم. حالا خب من به درآمد نرسیدم، ولی میگم که یعنی میتونم با اون ویدیوهای خوب بسازم. اگه به چنل گیمینگ من یه نگاهی بیندازید متوجه میشید که اولین ویدیو من که از خودمه هیچ کیفیتی نداره و آخرین ویدیو من که با همون موبایل گرفته شده بهترین کیفیت داره. حالا چرا؟ به خاطر این که من همیشه سرچ میکردم چطوری ویدیوهامو خوشگل‌تر کنم، چطوری ادیت کنم، چطوری ویدیوهام بهتر بازدید بگیره. همه اینا رو سرچ میکردم تو یوتیوب، ازش یاد گرفتم و بنابراین اجرایش کردم. اول شروع کنید، بعد دنبال یادگیری باشید. چون اگه دنبال یادگیری باشید میفتی توی باطلاقی که هیچ وقت نمیتونی ازش بیرون بیایی. شروع کن، بعد یاد بگیر. حالا این سوالای بود در مورد یوتیوب. یکی دو تا سوال شخصی هم ازم پرسیدید که میخوام بهتون جواب بدم. حالا این سوالی که هست اینو آخر بهتون جواب بدم. سوال بعدی بریم. چند سالته و کجا زندگی میکنی؟ من 33 سالمه و توی بلوچستان چابهار زندگی میکنم. البته تو شهرش نه، تو روستایی به اسم رودیگ زندگی میکنم. تو ایران هم هستیم. سوال بعدی که یکم واسم خنده داره اینه که دوست دختر داری یا نه؟ این سوالیه که من تو ویدیوهای خیلی از آدمای معروفم دیدم. بیاید رک بهتون بگم، من دوست دختر ندارم. چرا؟ چون ازدواج کردم و 3 تا فرزند دارم. بنابراین از من گذشته که بخوام دوست دختر نگه دارم. خب این بود از چند تا سوالای شما و این که یوتیوب رو به سبک خودم بهتون معرفی کردم که چطوری میتونید یه چنل یوتیوب اداره کنید. این بود از تجربه های من. البته تجربه هایی که دارم بیشترش هم هست، ولی تو این ویدیو نمیخوام زیاد طولانیش کنم که چیا بوده چیا نشده. تو این 4 سال هم نمیشه، فکر کنم 2019 تا حالا 6 سال میشه. تو این 6 سال که 2 سالش من اصلا شبکه اجتماعی ول کردم، چون اینستاگرام پریده بود. بعد از اون دیگه من ویدیو نه اینستاگرام داشتم نه این که ویدیو تو یوتیوب گذاشتم. ولی الان دوباره 6 ماه میشه فکر کنم من دوباره شروع کردم و انشالله این بار دیگه با قدرت میریم جلو با حمایت های شما. حتما ویدیوهایی که میبینید و لایک هم بکنید تا این که به دیگران سجست بشه. خب چایمون که هم تا آخر رسیده، ویدیومون هم که تموم شده. هر سوالی دارید در قسمت کامنت ها بهم بگید، تا جایی که میتونم بهتون کمک میکنم، تا جایی که تجربه‌مه، تا جایی که تحقیق کردم در موردش بهتون کمک میکنم. حتما سوالاتون رو بپرسید و این که نظرتون رو در مورد این ویدیو هم بنویسید. ویدیو رو لایک کنید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.